قطب عالم امکان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یاسین است. پیامبر گرامی اسلام فرمود دوست داشتم که سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن قسم به قرآن حکیم که تو از پیامبران هستی و بر راهی راست و الهی قرار گرفته. این قرآن نازل شده از سوی آن قدرتمند با رحمت است تا مردم را نسبت به دستاوردشان هشدار دهیم، زیرا پدرانشان هشدار داده نشدند. و آنها از حقایق غافلند. فرمان الهی درباره اکثرشان تحقق یافته است، به همین دلیل ایمان نمی آورند. ما در گردنهای آنها غولهایی انداختیم که تا چانه‌هاشان ادامه دارد، آنچنان که نمیتوانند سرهاشان را به طرف پایین خم کنند. هم در جلوی آنها دیواری کشیدیم و هم در پشت سرشان و بر روی چشمهاشان نیز پرده‌ای انداختیم تا هیچ حقیقتی را درک نکنند. بنابراین چه آنها را از عاقبت کارشان بترسانیم یا نترسانیم، هر دو یکسان است و به حقایق ایمان نمی‌آورند. تو فقط میتوانی کسانی را که از قرآن تبعیت میکنند و همواره در نهان از خدای رحمان میترسند هشدار دهی. پس به چنین کسانی مغفرت الهی و پاداش با ارزشی را بشارت ده. به راستی ما مردگان را زنده میکنیم و تمامی عملکردها و دستاوردشان را می‌نویسیم و هر چیزی را در کتاب مبین محاسبه کردیم. برای آنها حکایت مردم شهری را بگو که پیامبران به سراغشان آمدند. آن هنگام که 2 تن از پیامبران را بر آنها فرستادیم و آنها نیز هر دو را تکذیب کردند، پس به واسطه پیامبر سوم آن 2 را تقویت کردیم و گفتند همه ما به سوی شما فرستاده شدیم. قالوا ما أنتم إلا بشر. گفتند چیزی جز انسانهایی مثل ما نیستی و خدای رحمان هیچ چیز نفرستاده و شما فقط دروغ میگویید. أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم.
گفتند پروردگارمان آگاه است که ما به سوی شما فرستاده شده ایم و ما وظیفه‌ای جز ابلاغ روشن حقایق نداریم. آنها گفتند ما شما را بدیمن و بدشگون می‌پنداریم. اگر از سخنانتان دست بر ندارید همه شما را سنگسار می‌کنیم. و از ما به شما عذاب سختی خواهد رسید. پیامبران گفتند شومی شما از خود شماست اگر خوب ریشه یابی کنید. نه، شما هدر دهندگان نعمتهای الهی هستید. مردی از نقطه دور دست شهر شتابان آمد و گفت ای قوم من، پیامبران را تبعیت کنید. از کسانی تبعیت کنید که از شما هیچ مزدی نمیخواهند و هدایت یافتند. آخر چرا خدایی را که مرا آفریده و سرانجام نیز همه به سوی او باز می‌گردید نپرستند؟ چرا به جای او خدایان اختیار کنم حالان که اگر خدای رحمان بخواهد آسیبی به من برساند شفاعت هیچ کدام از آنها سودی به حال من نخواهد داشت و باعث نجات من نخواهد شد. لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. که اگر چنین کنم بیشک در گمراهی واقعی خواهم. اما من به پروردگارتان ایمان آوردم، پس حرف مرا گوش دهید. به او گفته شد وارد بهشت شو. گفت کاش قوم من حقایق را درک می‌کرد. این که خداوند مرا آمرزیده و در زمره انسان‌های گرامی و با ارزش درآورد. و ما بعد از او هیچ لشکری را از آسمان بر سر قومش نفرستادیم. حقیقتا نفرستادیم. فقط یک سیحه‌ای مرگبار و ناگاه همشان خشک و خاموش شدند. ای دریغ از این بندگان، هر پیامبری که به سویشان آمد فقط او را مسخره کردند. آیا ندیدند که چه بسیار مردمانی را قبل از آنها هلاک کردیم و دیگر به سویشان باز نمی‌گردند؟ همه جمع خواهند شد و نزد ما حاضر می‌گردند. زمین مرده و باگر برای آنها نشانه‌ای از حقیقت است. ما آن را زنده می‌کنیم و دانه‌هایی از آن می‌رویانیم تا همه از آن بخورند.
وجعلنا فيها جنات و در زمین باغ‌های نخل و انگور پدید آوردیم من نخیل و اعناب و چشم سارها را در آن جاری لیأکلوا تا همه از میوه‌های آن و نیز دسترنج خویش بخورند. با این همه چرا شکرگزاری نمی‌کنید؟ فلا یشکرون سبحان الذی منزه است آنکه همه نرها و ماده ها را آفرید، كلها از آنکه زمین میرویاند ما تنبت الأرض مما تنبت و چه از جنس خودشان و چه از چیزهایی که آنها توانایی درکش را ندارند. ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ آن هنگام که نور روز را از آن بر میکشید، شب نیز برای مردم نشانه ای از حقیقت دارد و همه در تاریکی فرو میروند. والشمس تجري آفتاب به سوی جایگاه خویش روان است و این تقدیر خدای قدرتمند و آگاه است. للعليم والقمر قدر برای ماه نیز هلال‌هایی را مقدر کردیم که چون شاخه زرد و خشکیده و منحنی شکل خرما شد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر که نه خورشید باید به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی گیرد. سابق النهار وكل همه در مدارهای از پیش تعیین شده خود شناورند. وآية نشانه دیگری که برای مردم وجود دارد اینکه ما نیاکانشان را در کشتی نوح که مملو از وسایل و حیوانات مختلف بود سوار کردیم وخلقنا و برایشان چیزهایی مثل کشتی آفریدیم که بر آن سوار شدند. وإن اگر می‌خواستیم همشان را غرق می‌کردیم و هیچ فریاد رسی نداشتیم و تحت هیچ عنوان راه نجات پیدا نمی‌کردیم مگر آنکه رحمت ما به یاریشان بیاید و دوباره فرصتی دیگر. إلى حين وإذا و قيل هنگامی که به مردم گفته می شود از آنچه در پیش روی شماست و آنچه پشت سر گذاشته ای بترسید، شاید مشمول رحمت الهی شوید. وما تأتي هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان به سراغشان نیامد مگر آنکه از آن روی برگرداند. عنها معرضين وإذا قيل لهم و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خداوند روزی شما کرده دیگران را نیز بهره‌مند کنید، اهل کفر و اهل ایمان گویند قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم چرا کسانی را اطعام کنیم در حالی که اگر خدا می‌خواست می‌توانست آنها را اطعام کند. إن أنتم بدانید آنها فقط در یک گمراهی واقعی‌اند. ويقول همچنین میگویند اگر راست میگویی این وعده قیامت کی می‌آید؟ صادقين ما گویی آنها فقط در انتظار یک سیحه مرگبار آسمانی هستند تا هنگامی که در حال جدال روزمرگیشان میباشند ناگهان آنها را فرا گیرد، به طوری که فرصت یک وصیت کردن را هم ندارند
و حتی نمیتوانند برای آخرین بار به خانواده‌شان سر بزنند. و هنگامی که در سور دمیده شود، ناگهان از قبرها برمیخیزند و به سوی پروردگارشان رهسپار میشوند. گفتند ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. این همان وعده خداوند رحمان است و پیامبران راست گفتند. جز یک سیده مرگبار چیزی نبود. در نتیجه همه شما جمع شدید و نزد ما حاضر گردید. امروز برای هیچ کس هیچ ظلمی روا نمی رود. فقط مطابق دستاوردتان مجازات می شوید. امروز اهل بهشت به بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی مشغولند. آنها و همسرانشان در سایه‌های دلچسب و تخت‌های راحت تکیه زدند. هر نوع میوه‌ای و هر چه که اراده کنند برایشان مهیا. این سلام و امنیت وعده‌ای از جانب پروردگار با رحمت است. شما ای گناهکاران و مجرمان، امروز کنار روید. الم اعهد الیکم یا بنی ای آدمیان، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید؟ زیرا او دشمن واقعی شما و اینکه فقط مرا عبادت کنید. این راه راست و درست و نجات بخش است. شیطان عده زیادی از شما را از راه امن الهی گمراه کرد. آیا در آن موقع عقلتان را به کار نمی‌گیرید؟ این همان جهنمی است که بدان وعده داده شده بودید. امروز به خاطر دستاورد کفرآلودتان در آن داخل شدید. امروز زبانهایتان را میبندید تا دستهایتان با ما سخن بگوید و پاهایتان شهادت دهند که از دنیا دستاوردتان چه بوده است. اگر بخواهیم میتوانیم نور چشمان آنها را بگیریم. پس چگونه خواهند توانست با شتاب به پیش روند وقتی که جایی را نمی‌بینند؟ اگر بخواهیم میتوانیم آنها را در جایشان مسخ کنیم تا نه بتوانند قدمی به جلو بروند و نه قدمی به عقب بگذارند. بدانید هر که را عمر دراز دهیم دوباره به ناتوانی اولیه‌اش باز می‌گردانیم. چرا در این مورد اندیشه نمی‌کنند؟ و ما به تو شعر آموزش ندادیم. اصلا شعر سزاوار کسی چون او نمی‌باشد. این کتاب فقط یادآوری حقایق و قرآن روشنگر است تا به واسطه آن هر زنده دارای فهمی را هشدار دهد
و حق بر منکران آن ثابت گردد. آیا نمی بینند که ما با دست توانای خویش چهارپایانی برای آنها خلق کردیم چهارپایانی برای آنها خلق کردیم و آنها مالکشان شدند و آنها را راهشان کردیم. برخی از آنها را سوار می شوند و از گوشت برخی بهره‌مند می گردند و در همه آنها برایشان منافعی چون آشامیدنی هاست. چرا شکرگزار نعمتهای الهی می شوند؟ با این همه به جای خدا خدایان دیگری اختیار می کنند تا شاید در مشکلات یاریشان شدند، حالان که توانایی یاریشان را ندارند و این آنها هستند که همواره چون سپاهی در خدمتشان قرار گرفتند. سخنان و ادعاهایشان تو را غمگین نسازد. ما آنچه را نهان میکنند و آشکارا انجام میدهند همه را به خوبی میدانیم. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه‌ای خلق کردیم و اکنون او تبدیل به یک دشمن آشکار شده است، در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده برای ما مثل می‌زند که این استخوان‌های پوسیده را چه کسی زنده بگو همان کسی که اول بار خلقشان کرده و او به هر خلقتی آگاه است. همان کسی که از درخت سبز آتشی برای شما قرار داده و شما به واسطه آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرده توانایی آن را ندارد تا مثل چیزهایی را که آفریده دوباره خلق کند؟ بله، قطعا میتواند، زیرا او آفریننده داناست. بدانید که وقتی ارادهش بر چیزی واقع شود به آن میگوید موجود شو و بیدرنگ موجود میشود. پس منزه است خدایی که حکومت و فرمانروایی مطلق هر چیز به دست توانای اوست و بیشک همتان به سوی او باز خواهید گشت. صدق الله العلی. یاسین کلید درهای بسته، یاسین فریادرس لحظه های نیاز، یاسین زدودن اضطراب و دلواپسی های روزگار، یاسین مسیر تعالی و رشد و کمال، یاسین مظهر توکل و توحید و بندگی، یاسین همراه بودن با خیل فرشتگان. من ندانم که چه رازی است در این سوره نام که من آن راز عیان کردن و گفتم.